زده باشد هم میلایرم نباید که یک رفیق تا بکشید. برای فراموش نکن که تو وقتی که یک رفیق تا میکشی فکر کنی که او مادر داره. تو باید فکر کنی که او زن داشته باشه یا که فرزند داشته باشه یا که کلان خونه باشه که او سیمیه را نگاه و بین میکنه. هجومه بے پول شفا فرما هم برای مردها هم برای زنها تا روز عید رمضان بے پول برادر عزیز. همچنین فیتابوچکا برای زنها دوش مساج همش با قانون قاعدهش خطی و همچنین برای مردها هم همه قانون قاعدهش هستگی نمیگذاریم به حجره مردانه و همچنین فیتابوچکا در حجره مردانه می باشد دوش و هم مساج می باشد. این حجامت تا عید رمضان برای همه رایگان می باشد. این سبب خدا شفا فرما. برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین، ساخ سلامت هستین. البته که برادر عزیز از ما ابلوشکا معلوم است که در چی مسئله صحبت میکنیم. خوب گوش کنیم برادر عزیز. خواهش میکنم از شما نوار ما را پاهنگ کنین، دستگیری کنین، لایک مونین و کامنتر بگذارین. نگاه کنین برادر جانو. صدیقو شکرلو سعید مرودویچ. برادر عزیز ما اول ایجاش بگم بعدا نمر تلفن +992 988 58 90 48 همین نمروی خانواده همین برادر صدیقو شکرلو سعید مرودویچ می باشد. نگاه کنیم برادر عزیز. این زمان شده که عصر 21 همون زمان است، یعنی که ما مردم خودمون دیگرگون شدگیم. این با رفیقانش برادر عزیز با کجای میره من خدمت نمیدونم بایشون چی گپ میگذره که با گفت همین چیوخ چون برادری که مرا دادن که همیرا یعنی که گپ زن که همین برادر در کجا هست، یک خیش تبورش است در مسکو. همین برادر با رفیقاش دادگیری میکنن میشینم نمیدونم بایشون چی گپ میگذره نمیگذره. همین برادر در کجای کشتگی هم برادر عزیز. عین حال در کدام مرگی هست در کجای هست هیچ که نمیدونش. دم محشید بیدرک است برادر عزیز. بعدا یک دو سخن میکنم صدقه همین خیلی یار رفیق شد. این یار رفیقی نیست، این آدم و آدمگری نیست. رفیق هرچند که اگر چی کاری هم کرده باشه به مثال میدونم میلایرم دشنام حقارت زده باشد هم میلایرم نباید که یک رفیق تا بکشید. برای فراموش نکن که تو وقتی که یک رفیق تا میکشی تو باید فکر کنی که او مادر داره. تو باید فکر کنی که او زن داشته باشه یا که فرزند داشته باشه یا که کلان خونه باشه که او سیمیه را نگاه و بین میکنه. همین خیلی شخصیت ها وقتی که نگاه میکنه برادرایی که همین خیلی کرو دست از خدا بترسین، از خدا بترسین خونی یک برادرتون نریزونین که الله نمی بخشتون. خونی یک برادر ریزوندن خیلی گناهی وزمین است در نزد الله. جواب گفتن نمیتونه. این برادرمون از شهر دوشنبه بنسته برادر عزیز. برادر عزیز این برادر زندگی میکرده در بلاشخه میکررایون پاولینو. در بلاشخه میکررایون پاولینو. نگاه کننده برادر عزیز با گفتی خانواده شون با گفتی همین چیشون که همین خیلی کار شده گای دم محشید بیدرک. خدا باشد که خدا کند که اگر زده باشم شون هم یکم چشم که باشد مثال در یکم بالینسه باشه در یکم چیز باشه نو سبحان الله اوج طولی 2 ماه میشه و بچه بیدرک است نمیدونن که در کجا هست. پس اینجا باید چیکار کردن در کار سبحان الله نمیدونم. برادر عزیز خواهش از شما میکنم همین برادر که در کجایی که میبینین در کجایی که میدونینش با خاطر الله همون نمرایی که ما دادمتون همون نمره دا زنگ بزنین بگو که برادره یا که مادره یا که خواهر یکی همین فرزند شما در همین جنام خدا برم ای چی شد ای چی کار بار شده امروز
توجیک خودش به قتل میرسونه، توجیک خودش کیدت میکنه، توجیک خودش خیانت میکنه. این روز چی روز است؟ میدانم که این شخصیت ها نامرد هستند. نه، این نامردا را در عوده خپیدن در کار، جزاشون دادن در کار که خون یک برادر خودش میریزونه. از خداش ترسیدن در کار که یک فکری مادری او را که یک فکری پدر او را که همین یک چیز ده همین خودت باشی در جای همو چیکار میکنی در مو حالت؟ خودت باشی در جای همو چیکار میکنی باشی؟ برادر عزیز، خدا کند که بفهمیمش که در کجا هسته یا که در مرگ باشه یا که در کجای باشه نباشه. خدا کند که برادر یافت شود، نه که یافت که شید. برادر عزیز خواهش میکنم زنگ بزنین این مادر ده. دیگر راستی گپ نمیدونیم چی بگم برادر عزیز. سبحان الله، خیر با چیزی کشید نشید. خدا کند من انشالله با امر خدا شما را همشه با میگم تون که در کجا هستن، چخیل شید یافتنش یا که نیافتنش. من انشالله که او در شما میرسونم. نه که خواهش میکنم از شما همین مسئله را جدی بینیم برادر عزیز، جدی. یا که در یگان مرگ یگان شناس داره، نه که صورتای همین میرسه نام و فامیلشون، میتونه که سر از زنگ بزنین که بگین که هم خیلی هم تری یا که نمری ما را همه داریم برادر عزیز، میتونه که نمری ما در تماس بگیریم. میخواد برادر عزیز خداوند ما تا نگهبان باشه، در امان الله باشین، این مسئله را جدی بینین. باز هم تکرار هم گفتم برادر عزیز، انا بعدم برادر مقصد گرانیت صبرین یا که کدا میداد که برادر عزیز بلیت در کور است، اویاکس در کور است برادر عزیز، به اگه شب شوها الحمدلله که میتونین که خریداری کنین. خدا نگهبان تو موشا، نامی را میبره پیش در امان الله باشین.